دوستان عزیز، تو این تصویر میخوام انواع پنس رو با کاربرد اونا براتون توضیح بدم که تصاویرش اینجا هست، اسامیشون جلوشون نوشته شده و کاربرد اصلیشو میتونید تو ویدیوهایی که تو فلش هست به صورت عملی مشاهده کنید. اولین پنس آی شکل هستش که موچین های مستقیمی هستن که برای ایزوله کردن و برای روش های کلاسیک از اینها استفاده میشه. این پنس های آی شکل بسیار مناسب برای جداسازی مژه هستند. تصویر دوم پنس شکل F هستش که اینا هم برای جداسازی و چسبوندن اکستنشن مژه های کلاسیک بسیار ایدئال هستند. پنس های A شکل در حقیقت که آ هم بهشون گفته میشه. نوک آ شکل این پنس ها برای برداشتن و چسبوندن اکستنشن های کلاسیک مژه بسیار عالی هستن. پنس بعدی پنس شکل X هستش که اینا هم برای باز اکستنشن مژه کلاسیک مناسب هستن و شما میتونید این پنس ها رو بیش از حد توی دستتون نگه دارید به خاطر اون شکل ایکسی که روی بدنشون دارن. پنس بعدی پنس اس شکل هستش که برای برداشتن فنها و وصل کردن اونا هنگام اکستنشن مژه های حجم دهنده خیلی مناسبن. این نوع پنس ها برای ایزوله کردن با ست های برجسته عمیق چشم استفاده میشه. بعد شکل پنس بعدی شکل L هستش که پنس های اکستنشن L شکل ابزار بسیار خوبی برای ساختن فنهای حجم دهنده دستساز و برداشتن و وصل کردنشون مناسبه. و آخری پنس شکل نوک گرد هست. در حقیقت تقریبا شبیه A هست ولی نوکش گرده، دایره شکله که اینا هم برای برداشتن نوار یا پد چشم خیلی مناسب هستن چون تیز نیستن، نه به پوست آسیب میزنن نه به چشم آسیب میزنن. بسیار مناسب برای این کارن. پنس های اس شکل که گفتم اینا هم توی نصب موقت یعنی نصب مژه موقت خیلی براتون کاربرد داره که حالا به صورت تصویری بعدا مشاهده میکنید.